آرمان دیگه داشت از حس صمیمی که بین من و مهیار به وجود اومده بود هرس میخورد. منم واقعا منظور خاصی نداشتم. اگه با مهیار میگفتم و میخندیدم فقط چون احساس میکردم خیلی باحال و فانه، باهاش راحت بودم و یه جورایی دوست اجتماعیم بود. بیشترم از حرص آرمان با مهیار بگو بخند داشتم. دلم میخواست حسابی عصبانیش کنم تا بفهمه وقتی منو از دست بده چه احساسی داره و چقدر قراره عذاب بکشه وقتی منو کنار یه مرد دیگه میبینه. حدوداً از 18 سالگی با کمک و پشتیبانی خانوادم به فرانسه مهاجرت کردم و درسم اونجا ادامه دادم. زندگی توی فرانسه خیلی واسم سخت بود، مخصوصا واسه منی که یه دختر بابایی و مامانی بودم. من نمیتونستم لحظه ای از بابا و مامانم دور بشم. زمانی هم که ایران بودم اصلاً اهل رفیق بازی و مهمونی و گشت و گذار و تنهایی سفر رفتن نبودم. کلاً هر کاری میخواستم انجام بدم همیشه اولویتم خانوادم بودن. همیشه توی زندگیم آدم آزادی بودم و خانوادم اهل گیر دادن الکی نبودن. منم آدمی نبودم که از این آزادی سوء استفاده کنم. همیشه وقتمو با مامان و بابام میگذروندم و هر وقتی هم که خیلی حوصله‌ام سر میرفت با داداشم کیانوش که داداش دوقلوی من بود سر و کله میزدم. کلاً آدمی نبودم که تا حوصله‌ام سر میرفت سری به رفیق بازی متوسل بشم. دوستی و رفاقت چیز بدی نیست، اما اگه با آدم نادرستش رفاقت کنید بعدها این خودتون هستید که ضربشو میخورید. فکر کنید من اینقدر دخترخونگی بودم و چقدر برام سخت بود که مستقل بشم و واسه زندگی و ادامه تحصیل به یک کشور دیگه برم. اما خب شرایط زندگی یه جورایی منو به فرانسه کشوند و بدون اینکه خودم خواسته باشم. خیلی مقاومت کردم که نرم و همینجا ایران پیش خانوادم بمونم، اما بابا و مامانم، مخصوصا بابام، بهم اصرار کردن که واسه پیشرفت بیشتر به فرانسه برم و فقط به اینجا اکتفا نکنم. اینقدر روی روح و روانم کار کردن که مجبور شدم قبول کنم و برم. اگه بگم از مهاجرتم خوشحال نبودم و اصلا واسه رفتن ذوقی نداشتم دروغ گفتم، چون بالاخره هر کسی آرزوی مهاجرت کردن رو داره، مخصوصا اگه قرار باشه توی درسش پیشرفت کنه و آیندهش رو درست و دقیق بسازه. منم وقتی شنیدم کارای اقامتم اوکی شده خیلی خوشحال شدم، اما بعدش که به دوری از خانواده و کشورم فکر می‌کردم واقعا ناراحت می‌شدم و یه جورایی از رفتنم پشیمون می‌شدم. حتی 1-2 روز مونده به رفتنم بارها نظرم عوض می‌شد و هی چمدونم رو باز می‌کردم و بسته می‌کردم. دیگه اینقدر خانوادم و اطرافیانم به هم گفتن کیانا مگه تو دیوونه‌ای که نری؟ اصلا میتونی بری و بعد از تحصیل دوباره برگردی ایران. اما من میدونستم همچین چیزی امکان نداره. میدونستم اگه برم فرانسه دیگه به احتمال خیلی زیاد برگشتی در کار نیست. من به شدت به مامانم وابسته بودم و از اونجایی که خواهری نداشتم همیشه با مامانم و بابام درد و دل میکردم. همیشه با اون حرف میزدم. همیشه با مامانم بودم. واسه یه همین دوری از مامانم یه جور دیگه من اذیت میکرد. بالاخره عزممو جزم کردم و راهی فرانسه شدم و از اون 1-2 ماه اول حرفی نزنم خیلی بهتره. کارم فقط گریه بود و اصلا تمرکزی روی درسام نداشتم. حتی از خونه بیرونم نمیزدم و فقط به در و دیوار زور میزدم. دیگه کم کم سعی کردم خودم رو با شرایط به وجود اومده وقف بدم و خیلی به خودم سخت نگیرم. هر روز با خانوادم تماس تصویری میگرفتم و یه جورایی دلتنگیمو رفع میکردم. 3 سال از رفتنم به فرانسه گذشت و خانوادم واسه اولین بار بعد از مهاجرتم به دیدنم اومدن. با دیدن دوباره بابا و مامان و کیانوش انگار که دنیا رو بهم داده باشن. مثل این بچهای 4-5 ساله کلی ذوق کردم. درست مدت زیادی پیشم نموندن اما همون 10 روز هم کلی بهم خوش گذشت. دیگه دلتنگی نداشتم. فقط 10 روز به پایان رسید و خانوادم مجبور بودن که برگردن ایران. بازم مثل روزای قبل از مهاجرتم بغضی شدم و زدم زیر گریه. دلم میخواست خانوادم و پیش خودم نگه دارم، اما این نمیشد. امان از این دوری و دلتنگی، امان از این فاصله ها که ناخواسته بین آدم ها به وجود میاد. دیگه بزرگ شده بودم و فهمیده بودم که آدم ها باید بالاخره یه جایی توی زندگیشون به خاطر پیشرفت آینده خوبشون از هر چی که وابستگی دل بکنن و مستقل و تنها باشن. منم دیگه به اون مرحله از زندگیم رسیده بودم که مجبور بودم چشمم رو روی هر چی وابستگی ببندم و فقط به آیندم فکر کنم. خانوادم رو راهی ایران کردم و دوباره به روتین قبلیم برگشتم.
سخت درس میخوندم تا نمره‌های خوبی بگیرم و خیلی سریع فارغ التحصیل بشم. من توی فرانسه مهندسی میخوندم و به نسبت ایران این رشته توی فرانسه خیلی واسه من سخت بود و روزی نبود کمتر از 5 ساعت درس بخونم. دقیقاً 5 سال بود که به فرانسه مهاجرت کرده بودم و همه چیز اوکی بود. دیگه خبری از دلتنگی، گریه‌های شبونه، غصه خوردن، فکر کردن به اینکه چرا اومدم فرانسه و این همه از خانوادم دور شدم نبود. همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت که متوجه شدم مامان عزیزم دچار سرطان خون شده و خیلی خیلی حالش بده. اون لحظه‌ای که این خبر از برادرم شنیدم واسه یه لحظه قید همه چیزو زدم و تصمیم گرفتم برگردم ایران تا همیشه کنار مامانم باشم. اما مگه بابام میذاش؟ بهم میگفت اگه برگردم دیگه حتی اسممو هم نمیاره و قیدمو میزنه. مامانم با اون حال بدش حرفای بابامو تایید میکرد و میگفت حق ندارم که برگردم. دلم از همه جا پر بود، حتی از خانوادم. دلم ازشون پر بود چون اصلا منو درک نمیکردن و فقط به این فکر بودن که من مهندس بشم و به یه جایی برسم. اما نمیدونستن موفقیت کنار خانوادت یه چیز دیگه هست و نمیشه از خانواده دل کند. کلی به داداشم کیانوش اصرار کردم که تو رو خدا با مامان و بابا صحبت کن، ازشون اجازه بگیر من برگردم ایران. کیانوش هم قبول کرد و چند باری باهاشون صحبت کرد اما بیفایده بود. یه روز که فهمیدم حال مامان بد شده و بردنش بیمارستان، دکتر تشخیص داده که باید شیمی درمانی رو شروع کنه، حسابی کلافه شدم و سری به بابام زنگ زدم. بهش گفتم من اینجا دیگه اصلاً حال حوصله درس خوندن رو ندارم، میخوام برگردم ایران بابا. بهش گفتم اگه خدایی نکرده بلایی سر مامان بیاد و من اونو نبینم هیچ وقت خودم و بابا نمیبخشم، تا ابد حسرت دیدن مامانم روی دلم میمونه. میدونستم بابا و کیانوش نمیتونن به تنهایی مراقب مامان باشن و حتما منم باید در طول شیمی درمانی کنار مامانم باشم، بهش قوت قلب بدم. خلاصه با کلی گریه و زاری، التماس و اما و اگر بابام راضی شد که من برگردم ایران. یادم موقع برگشتم دقیقاً فصل سخت امتحانات بود و اگه من شرکت نمی کردم از دانشگاه اخراج می شدم. اما این موضوع اصلاً واسم مهم نبود و به تنها چیزی که فکر می‌کردم این بود که سری برگردم ایران و مامانم رو ببینم. خونه‌ای که اجاره کرده بود و پس دادم و چون نمیدونستم دیگه قراره کی برگردم. نمیدونستم اصلا قراره برگردم یا نه. تا جایی که میتونستم وسایل مورد نیازم و توی 2 چمدون جا کردم و یه بلیط گرفتم. دقیقاً زمان مهاجرتم به فرانسه هم با 2 چمدون رفتم و موقع برگشت به ایرانم با 2 چمدون برگشتم. وسایل خونم هم واسه فروش زیر قیمت گذاشتم تا سریعتر به فروش برن و از شرشون خلاص بشم. حتی 1% هم از این که قراره برگردم ناراحت نبودم. برعکس خیلی هم خوشحال بودم و بی‌صبرانه منتظر این بودم به خانوادم برسم و واسه همیشه پیش اونا بمونم. به بابام نگفته بودم که تایم امتحاناته و اگه شرکت نکنم از دانشگاه اخراج میشم، چون اگه میفهمید عمرن میذاش برگردم. بابام فکر میکرد من 1 هفته ایران میمونم و دوباره برمیگردم فرانسه. اما من اصلا همچین تصمیمی نداشتم و هدف از برگشت به ایران موندن واسه همیشه بود. تنها کسی که از برنامه هم خبر داشت داداشم کیانوش بود. من همیشه از بچگی تقریبا همه چیزو به کیانوش میگفتم. از اونجایی که دوقلو بودیم خیلی با هم احساس راحتی میکردیم و اصلا چیزی رو از هم دیگه پنهون نمیکردیم. یادم وقتی بچه بودیم و دعوامون میشد، خب چون زور کیانوش بیشتر بود هرسم میگرفت و با گریه میگفتم کاشکی به جای تو 1 خواهر دوقلو داشتم. آخه داداش به چه دردم میخوره؟ تو که همش منو هرس میدی و اشکمو در میاری. اما بعد از چند دقیقه وقتی مهربونیای کیانوشو میدیدم توی دلم میگفتم تو بهترین داداش دنیایی، از هر خواهری هم بهتری و همیشه هوای منو داری. مهربونیای کیانوش منو زیادی لوس کرده بود و تا یکی از گل به هم نازکتر میگفت میزدم زیر گریه و کیانوشم سری نازمو میکشید. امیدوارم شما هم همچین داداش پشتیبان و حامیگری داشته باشید. از بودنش توی زندگیتون خدا رو 1000 مرتبه شکر کنید. خب سرتون درد نیارم. خلاصه من با 2 چمدون برگشتم ایران. بعد از چند ساعت پرواز حسابی خسته بودم، اما این خستگی چیزی از ذوق و شوقم واسه دیدن خانوادم کم نکرده بود. وقتی رسیدم فرودگاه کیانوش اومده بود استقبالم.
از اونجایی که مامانم نمیتونست بیاد فرودگاه، بابام پیشش مونده بود. کیانوش چمدونا رو توی ماشین گذاشت و به سمت خونمون حرکت کردیم. توی مسیر که به اطراف نگاه میکردم یه احساس غریبی داشتم. حس میکردم توی اون 5 سالی که ایران نبودم تهران خیلی عوض شده و من دیگه اینجا یه غریبم. دوری از خانواده، دوری از کشورت، دوری از شهری که توش زندگی میکردی و خیلی چیزای دیگه. تحمل اینا خیلی واسم سخت بود. فکر کن همه اینا رو تحمل کردی و الان هم مجبوری با شنیدن خبر بیماری مادرت برگردی به کشورت. من از برگشتم ناراحت نبودم، اما دلم میخواست یه جور دیگه‌ای برگردم، نه اینکه خبر بیماری مامانم منو برگردونه. نمیدونستم وقتی میرسم خونه مامانمو قراره توی چه وضعیتی ببینم. نمیدونستم باید چه ریاکشنی نشون بدم. اصلا نمیدونستم میتونم جلوی گریه‌مو بگیرم یا نه، اما باید جلوی خودمو میگرفتم و به مامانم روحیه میدادم. کسایی که درگیر این بیماری میشن اولین چیزی که لازم دارن یه روحیه خوبه. اگه روحیه خوبی نداشته باشن همه چیزو باختن. خدا رو شکر مامان من روحیه قوی و خوبی داشت. مامانم همیشه سعی میکرد به جنبه مثبت همه چیز نگاه کنه و الکی خودشو ناراحت نکنه. هر وقت توی زندگی واسم مشکلی پیش می اومد با مامانم که صحبت میکردم فقط این حرفش همیشه منو آروم میکرد که میگفت عزیز دلم، مگه دنیا به آخر رسیده؟ به این فکر کن که این مشکلی که الان داریم مثل خیلی از مشکلات دیگه خودش حل میشه و میره پی کارش. مامانم همیشه و همه جا کنارم بود و حالمو بهتر میکرد. الانم دیگه نوبت من بود که کنارش باشم و حالشو بهتر کنم. وقتی به خونمون رسیدم تازه احساس آرامش بهم دست داد و دیگه احساس غریبونه‌ای نداشتم. در که باز شد توقع داشتم اولین کسی رو که میبینم مامانم باشه، اما بابا جونم به استقبالم اومد و کلی با هم دیگه اشک ریختیم. مامانم توی اتاقش بود و از اونجایی که نمیتونست از جاش بلند بشه من به دیدنش رفتم. سری اشکامو پاک کردم و همش با خودم زمزمه میکردم که کیانا مبادا گریه کنی ها، اینطوری حال مامانت خیلی بد میشه. تو رو خدا گریه نکن کیانا، بعدن توی تنهاییاتم میتونی گریه کنی اما جلوی مامان گریه نکن. اگه سلامتی مامان واسد مهمه گریه نکن، تو میتونی کیانا، آفرین بهت. با همین حرفا به خودم قوت قلب میدادم و محکمتر قدم بر میداشتم. به خودم قول دادم که تحت هیچ شرایطی گریه نکنم. در اتاق مامان رو باز کردم و با دیدنش خیلی سریع به سمتش رفتم. خیلی لاغر شده بود و موهای نرم و بلند مشکیشو دیگه از دست داده بود. دیگه حتی ابرویم نداشت که زیبایی چهره‌شو نشون بده، اما با این حال هنوزم زیبا و جذاب بود. هنوزم واسه من و کیانوش بهترین مامان دنیا بود. هنوزم واسه بابام بهترین عشق و بهترین همسر دنیا بود. همونطوری که به خودم قول دادم جلوی مامانم گریه نکردم و فقط از دیدنش کلی ذوق کردم و خندیدم. درسته که خیلی ضعیف شده بود و توان راه رفتن نداشت، اما مشخص بود روحیش رو نباخته بود. بابا و کیانوش هم حسابی توی این مدت هواشو داشتن. چمدونامو جمع کردم و توی اتاق مامان اتراق کردم. دیگه دلم میخواست هر ثانیه و هر دقیقه کنارش باشم و اگه کاری داشت واسش انجام بدم. هر روز واسش غذا درست میکردم، کلی آب میوه طبیعی واسش میگرفتم. دوره شیمی درمانیش چند وقتی بود شروع شده بود و خیلی اذیتش میکرد. تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که کنارش باشم. مامان خودشم میگفت شما با بودنتون کنار من حالمو بهتر میکنید. میگفت اینقدر منو قوی میکنید که این مریضی جلوی من سرخم میکنه. بهتون که گفتم مامانم روحیه خیلی خوبی داشت. من اصلا ندیدم زمانی که بیمار بود حتی یه بار هم گریه کنه. تقریبا 8 روزی میشد اومده بودم ایران. توی آشپزخونه مشغول درست کردن شام بودم که یهو بابام اومد توی آشپزخونه. با صدای آروم گفت طوری که مامانم صدامونو نشنوه کیانا دخترم، بلیت گرفتی یا خودم واسط بگیرم؟ بلیت؟ چه بلیتی بابا؟ بلیت برگشت به فرانسه دیگه. مگه نباید همین روزا بری؟ بابام خیلی یهویی در مورد برگشت با هم حرف زد و من واقعا مونده بودم که قراره چطوری بهش توضیح بدم که از دانشگاه اخراج شدم و دیگه نمیتونم برگردم. نه بابا جون، نمیخواد بلیت بگیری. حالا چه عجله‌ای داری؟ نکنه مزاحمتونم ها؟ بگو ها،
مزاحم چیه کیانا؟ این چه حرفیه میزنی؟ مگه من چند تا دختر یکی دونه دارم آخه؟ خب پس بذار بیشتر بمونم بابایی لطفاً. مشکلی نیست دخترم، ولی تو مگه درس و دانشگاه نداری؟ همین جوریشم خیلی عقب افتادی از درست. اگه چند روز دیگه هم بمونی فکر کنم دیگه اخراج بشی. این همه زحمت کشیدی تا به اینجا رسیدی. نگران مامانت نباش، من و کیانوش هستیم. بابا تا وقتی که تو و کیانوش کنار مامان هستید من دیگه نگران چیزی نیستم. اما من خودم طاقت نمیارم که از مامان دور باشم. تو رو خدا بابا، مگه من تقاضای زیادی ازت دارم؟ من فقط میخوام اجازه بدی بیشتر پیش مامان بمونم. همونقدر که کیانوش میتونه کنار مامان باشه، منم به همون اندازه حق اینو دارم که کنار مامان باشم. آخر چرا این حقو از من میگیری بابا؟ به هر اصراری بود اون روز بابامو راضی کردم تا یه هفته دیگه هم بیرون بمونه. اما خب میدونستم که باید یه فکری کنم و بالاخره به بابام بگم که از دانشگاه اخراج شدم و دیگه هیچ وقت قصد بازگشت ندارم. منتظر موندم تا کیانوش از دانشگاه بیاد و با هم دیگه یه راه حلی پیدا کنیم. وقتی کیانوش اومد میز ناهار رو چیدم و غذای مامان و واسهشون توی اتاقشون بردم. بابا و کیانوش روی میز غذا میخوردن و من و مامانم توی اتاق. کلا زنونه مردونش کرده بودیم. ناهار که تموم شد ظرفا رو توی ماشین ظرفشویی گذاشتم و منتظر موندم تا بابا یه چرت عصرونه بزنه. بابا که رفت توی اتاق تا بخوابه، آروم رفتم توی اتاق کیانوش. چی شده کیانا خانم؟ خیر باشه، بالاخره اتاق مامانو ول کردی و یه سری با خانداداشت زدی؟ خودتو لوس نکن کیانوش، کارت دارم. گفتم تا کارت گیر نباشه به من سر نمیزنی. حالا بگو ببینم چی شده کیانوش؟ باید زودتر یه فکری به حال اخراج شدنم از دانشگاه کنیم. بابا امروزم گیر داده بود که کی میخوای بلیط بگیری و برگردی. امروز یه جوری ردش کردم، اما نمیدونم بعدن دوباره باید چه بهونه بیارم تا راضیش کنم که قبول کنه من ایران بمونم. کیانوش دیگه واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. میدونم اگه بابا بفهمه خیلی از دستم ناراحت میشه، اما چی کار میشه کرد؟ من باید کنار مامان بمونم از دانشگاه که اخراج شدم. واسه چی باید برگردم آخه؟ کیانا یه فکری دارم، اما از همین اول بگم که خیلی مسخره است. اما خب واسه اینکه بتونی چند وقتی راحت اینجا بمونی و بابا دیگه بهت گیر نده که کی میری کی میای، راه حل خوبیه. بگو ببینم چه فکری به سرت زده کیانوش؟ بیا و به بابا بگو که چند وقتیه یه خواستگار سمج داری. بگو پسر خوب و خانواده داریه. بگو مجبوری بیشتر اینجا بمونی تا باهاش بیشتر آشنا بشی و بعدش بهش جواب مثبت یا منفی بدی. کیانوش این چه حرفی آخه؟ به نظر تو بابا یه خواستگار راضی میشه که من ایران بمونم؟ آخه دیوونه ای تو کیانا خانوم. اولا نگو یه خواستگار معمولیه، بهش بگو علاقه داری، یه جورایی جواب مثبته، اما میخوای بیشتر باهاش آشنا بشی. دوما بابا همیشه خودش بهم میگه خیلی دوست دارم کیانا همینجا ایران با یه پسر خوب و خانواده دار ازدواج کنه و اینجا بمونه. میگفت تا زمانی که کیانا مجرده نمیذارم اینجا بمونه، چون میدونم پیشرفتی نمیکنه. پس بهتره بره فرانسه و به یه جایی برسه. اما اگه عاشق شد و یه پسر مناسب واسش پیدا شد، با کمال میل پشت دخترم میمونم و به خواستش احترام بیذارم. منم دلم میخواد وقتی کیانا ازدواج کرد همینجا تهران پیش خودمون زندگی کنه و با مردی که دوستش داره یه زندگی خوب داشته باشه. اینا رو جدی میگی کیانوش؟ واقعا بابا همچین حرفایی زده؟ آره، ولی بین خودمون بمونه ها. اینا رو به عنوان درد دل بهم گفته بود، مبادا بگی که بهت گفتم. نه خیالت راحت باشه داداشی. یعنی به نظرت اگه بگم یه خواستگار دارم که بهش علاقه دارم، بابا راضی میشه که اینجا بمونم؟ به احتمال زیاد راضی بشه، اما 100% مطمئن نیستم، چون این حرفا رو قبل از مریضی مامانم زده بود. دیگه نمیدونم الان نظرش عوض شده یا نه. تو شانس تو امتحان کن و بهش بگو. باشه حتما بهش میگم. اما چی؟ اما کیانوش من خجالت میکشم. ای بابا، خجالتتو دیگه باید بذاری کنار. اگه میخوای پیش مامان و بابام بمونی، این تنها راه حلیه که داری. در ضمن تو که واقعا همچین خواستگاری نداری، پس خجالت نکش و به بابا بگو. باشه دفعه بعدی که بابا دوباره بهم بگه کی میرم، بهش میگم که خواستگار دارم. اما وای به حالت که راه حل جواب نده کیانوش. وای به حالت. نگاه کن، به جای اینکه تشکر کنه ببین چی میگه. الان که فکر میکنم بعید میدونم بابا حرفتو باور کنه. چرا نداره؟ آخه با این اخلاقی که تو داری کی عاشقت میشه آخه؟ کدوم احمقی عاشق یه احمقی مثل تو میشه؟ دیگه بس کیانوش، حواست باشه چیزی جلوی مامان یا بابا لو ندیا.
باشه بابا، حواسم هست. خیالت راحت باشه. یه جورایی به راه حل کیانوش امیدوار شدم و کلی با خودم تمرین کردم که اگه بابا دوباره بهم گیر داد که کی برمیگردم دقیقاً چی بهش بگم. باید یه طوری صحبت میکردم که بابا باور کنه که عاشق اون خواستگار فرزیم شدم. 2-3 روزی گذشته بود و خدا رو شکر بابا چیزی نگفت. یه روز که جلوی تلویزیون نشسته بودم یهو صدای مامانمو شنیدم. سری خودمو به اتاقش رسوندم. حالش خیلی بد بود و از درد به خودش میپیچید. کیانوش سری زنگ زد به آمبولانس و من و بابا سری لباس مامانم رو عوض کردیم و آماده شدیم که بریم بیمارستان. اون شب تا ساعت 2 توی بیمارستان بودیم و مامانم بستری شد. دکتری که مامان جدیدم میرفت پیشش خیلی دکتر تعریفی نبود. همه بهمون میگفتن که دکترشو عوض کنیم، اما ما دکتر خوبی نمیشناختیم و نمیدونستیم باید مامان پیش کدوم دکتر بره. یه روز که داشتم فکر میکردم یهو یادم اومد که زندایی ترانه دوستم سالهای قبل مبتلا به سرطان شده بود و دیگه الان حالش خوبه و هیچ اثری از بیماری توی بدنش نیست. من و ترانه توی فرانسه توی یک کلاس با هم دیگه درس میخوندیم و دختر خیلی خوبی بود. تنها دوستی که اونجا داشتم ترانه بود. سریع بهش زنگ زدم و آمار دکتری که زنداییشو پیشش میبردن و درآوردم. وقتی بهش زنگ زدم گفت یه دکتر جوونه اما اندازه یه دکتر 40-50 ساله تجربه داره. گفت از این دکترایی که 6 ماه از سال ایرانن و 6 ماه دیگه آمریکا. گفت شماره‌شو بهت میدم، باید شانس بیاری که ایران باشه و بهت یه نوبت بده. وقتی با ترانه خدافظی کردم سریع به شماره‌ای که بهم داد زنگ زدم. منشی جواب داد و گفت تا 1 ماه دیگه نوبتشون پره و اگه نوبت میخوام واسه 1 ماه دیگه برام نوبت جدید میزنه. منم چاره نداشتم و قبول کردم. واسه 1 ماه آینده واسه مامانم نوبت گرفتم. به بابامم گفتم باید حتما مامانمو پیش همین دکتر ببریم و جای دیگه ای نمیبریمش. چند روزی گذشت و در حالی که توی اتاقم بودم بابام اومد داخل. خسته نباشی دخترم. ممنون بابا جون، تو هم خسته نباشی. ممنون دختر قشنگم. میگم کیانای عزیزم کی قراره بری؟ بابا راستش میخوام خودم باهاتون صحبت کنم. جانم دخترم. بابا واقعیتش نمیدونم چطوری باید بهتون بگم. راستش من چی دخترم؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده بابا، نگران نشو. میخوام یه چیزی بگم اما روم نمیشه. دلم میخواست اول به مامان بگم اما خب مامان توی شرایط خوبی نیست. نمیتونم بهش چیزی بگم. به خودم بگو دخترم. از چیزی هم خجالت نکش. بابا جون من چند وقتیه یه خواستگار دارم. پسر خوب و خانواده داریه. به منم خیلی علاقه داره. منم بهش. آره دیگه. راستش یه جورایی دلم با این خواستگارمه. اما هنوز خیلی خوب نمیشناسمش. تا الانم که ایران موندم به خاطر این بوده که چند باری باهاش رفت و آمد داشته باشم تا خوب بشناسمش و بعدش بتونم بهش جواب قطعی بدم. خب دخترم کجا با هم آشنا شدید؟ پسر چی کاره است؟ اسمش چیه؟ خانواده‌اش کیان؟ بابا جون اگه میشه بهم اجازه بدید اول خیلی خوب بشناسمش. بعدش اگه نظرم مثبت بود همه چیزو بهتون میگم. اگه شما اجازه دادید بهش میگم بیاد خواستگاری. اما اگه نظرم منفی بود دیگه هیچی. سری برمیگردم فرانسه. توی این مدت درست میشه کیانا؟ بابا نگران اون نباشید. فعلا فصل امتحانات نیست و از دانشگاه هم مرخصی گرفتم. میدونی که چقدر روی درس حساسم کیانا. اما اگه خودت احساس میکنی به این خواستگارت علاقه داری و دوست داری کامل باهاش آشنا بشی مخالفتی نمیکنم. مثل کوب پشتتم. بدون اینکه هر تصمیمی بگیری من کنارتم و ازت حمایت میکنم. اصلا توی تصمیم گیری عجله نکن و با دقت انتخاب کن. هر چی باشه بحث یه عمر زندگیه. الکی نیست که امروز یه تصمیم بگیری فرداش پشیمون بشی دخترم. من مطمئنم که تصمیم درستی میگیری. با حرفای بابام عذاب وجدان گرفتم و میخواستم همون لحظه واقعیت رو بهش بگم. اما خب تنها راه حلم همین بود و فقط از همین طریق میتونستم بیشتر پیش مامانم بمونم. بابام کلی راهنماییم کرد و گفت تا هر وقت که میخوام میتونم بمونم و با خواستگارم آشنا بشم. البته اینم گفت که نباید به درسم لطمه‌ای وارد بشه. چند هفته اول به بهونه اینکه حال مامان خوب نیست باید کنارش باشم از خونه بیرون نمیزدم و به بابام میگفتم فعلا وقت ندارم تا با خواستگارم قرار بذارم. بعدش کم کم تقریبا 2 ساعتی از خونه بیرون میزدم به بهونه اینکه با اون خواستگار فرضیم قرار دارم. 1 ماه گذشت و نوبت دکتر مامان شده بود. بابا دفترش بود و من و کیانوش و مامانو بردیم دکتر و 1 ساعتی توی مطب معطل شدیم و بالاخره نوبتمون شد. وقتی توی مطب نشسته بودیم همه داشتن از شخصیت و ادب و با تجربگی دکتر صحبت میکردن. من مامانو بردم داخل و کیانوش بیرون منتظرمون موند. وقتی وارد اتاق دکتر شدم بوی تلخ ادکلونش بدجوری به دلم نشست. یه دکتر 35 ساله جذاب با قد بلند با دستای کشیده و چشم و ابرو مشکی. لامصب واسه دکتر بودن زیادی جذاب بود. اصلا یه لحظه با دیدنش یادم رفت واسه چی اومدیم مطب.
اینقدر با شخصیت و با ادب بود که تا رفتیم داخل از جاش بلند شد و بهمون سلام کرد. بیماراش الکی ازش تعریف نمی‌کردن که انگار واقعا دکتر خوبی بود. همه آزمایشات و داروهای مامان رو نشونش دادم و گفتم که مامان روز به روز حالش بدتر میشه و این داروها هیچ تأثیری توی روند درمانش نداشته. دکتر داروها رو از دستم گرفت و یه نگاهی بهشون انداخت. بعد از چند ثانیه گفت معذرت میخوام و بعدش کیسه داروها رو توی سطل آشغال انداخت. رو به من کرد و گفت خانم محترم، شما این داروها رو از کدوم دکتر گرفتید؟ این داروها اصلا جنبه درمانی ندارن، فقط به عنوان یه تسکین دهنده درد عمل میکنن. بعد از چند ساعت اثر خودشون رو از دست میدن. مادرتون باید داروهایی مصرف کنن که علاوه بر تسکین دردشون توی روند درمانشون هم تاثیر بذاره. با حرفای دکتر گونه‌ام خیس شد و سری با دوستم اشکمو پاک کردم. یعنی تمام این مدت داروهای الکی به مامان میدادیم و هیچ تأثیری توی درمانش نداشتن؟ دکتر نگاهی به من کرد و آروم بهم اشاره کرد که جلوی مامانم خودمو کنترل کنم. دکتر مامانمو معاینه کرد و بعدش یه سری دارو واسش نوشت. گفت این داروها رو تا 1 هفته مصرف کنه، مجدد آزمایش بده، دوباره بیاد پیش دکتر. مامانمو بلند کردم. همین که می‌خواستیم از اتاق دکتر خارج بشیم، دکتر بهم گفت یه کاغذ از منشی بگیرم و خودم برگردم به اتاقش. مامانو سپردم به کیانوش و یه برگه از خانم منشی گرفتم و برگشتم به اتاق دکتر. کاغذ ازم گرفت، گذاشت توی کشوی میزش. اگه میشه لطفاً بشینید، کارتون دارم. بفرمایید آقای دکتر. چیزی شده؟ نکنه حال مامانم بده؟ تو رو خدا به من بگید آقای دکتر. چیزی نشده خانم محترم. چرا بیخودی استرس میگیرید؟ کاغذ بهونه بود. میخواستم باهاتون تنهایی صحبت کنم. خانم کاشانی، حال مادرتون خیلی وخیم نیست و من خیلی امید دارم که ایشون تا 7-8 ماه دیگه کاملا درمان میشن و به روزای عادی زندگیشون برمیگردن. میخواستم اینا رو بهتون بگم تا دفعه بعد جلوی مادرتون زیر گریه نزنید، روحیه‌اش رو ضعیف نکنید. روحیه خوب از 100 تا دارو و شیمی درمانی و چیزای دیگه خیلی مهمتره. البته اثرگذاری بیشتری هم داره. از مادرتون مشخص بود روحیه خیلی خوبی داره و زن قوی هستن. پس لطفاً شما هم مثل ایشون باشید و سعی کنید هر روز بخندونینشون. اصلا کاری کنید یادشون بره. امیدوارم به توصیه‌های من خوب گوش داده باشید و به تک تکشون عمل کنید. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. حرفای شما واقعا من امیدوار کرد. دیگه از درمان مامانم ناامید شده بودم و کارم این شده بود که همش گریه کنم. اما دیگه جلوی خودم رو میگیرم و به توصیه‌های شما عمل میکنم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. خواهش میکنم خانم کاشانی، من به وظیفه‌م عمل کردم. خداحافظی کردم و با چهره خندون از اتاق دکتر خارج شدم. خیلی حالم خوب بود. دلم میخواست توی شهر دور بخورم. داروهای مامانم از داروخونه نزدیک مطب دکتر گرفتم و سویچ ماشین از کیانوش گرفتم و گفتم من میخوام رانندگی کنم. رانندگی کردم و دم اولین بستنی فروشی ایستادم. واسه خودم شیرموز، واسه کیانوش آب انار، واسه مامان آب هویج بستنی گرفتم. بعد از خوردن اونا سری سمت یک رستوران رفتم تا با هم شام بخوریم. مامانم گفت چه شده کیانا، انگار امشب میخوای 10 کیلو اضافه کنی یا؟ مامان امشب انقدر حالم خوبه شاید 20 کیلو هم اضافه کنم. سری رفتیم یه رستوران و لوکیشن رو واسه بابا فرستادیم. بعد از نیم ساعت بابا رسید. غذامون آماده شد، شروع به خوردن کردیم و کلی حرف زدیم. کم کم از رستوران زدیم بیرون. مامان سوار ماشین بابا شد و منم سوار ماشین کیانوش شدم و به سمت خونه حرکت کردیم. بین راه کیانوش ازم پرسید که میگم کیانا، قضیه اون خواستگار الکی چی شد؟ به بابا گفتی؟ وای تو رو خدا در موردش حرف نزن کیانوش. اینقدر از آویژان دارم که نگو. وقتی به بابا گفتم یه خواستگار خیلی خوب دارم ازش خوشم میاد، چشاش یه برقی زد و مشخص بود که چقدر خوشحال شده. من خیلی دختر بدیم کیانوش، مگه نه؟ آخه کدوم دختری همچین دروغی به باباش میگه و با احساسات پدرانش بازی میکنه؟ من کی اینقدر بیرحم شدم آخه؟ آبجی قشنگم، قول شیطون من، بی خودی خودتو مقصر میدونی. به این فکر کن که به خاطر مامان همچین دروغی گفتی. بعدش هم تو که بابا رو میشناسی، اون هیچ وقت از دست ما ناراحت نمیشه و مطمئنم که وقتی واقعیت رو بفهمه خیلی خوب تو رو درک میکنه. پس دیگه الکی اون چشای آهویی تو پر از اشک نکن. میدونی من طاقت گریاتو ندارم. با حرفای کیانوش خنده روی لبم اومده آروم شدم. نمیدونستم من اگه کیانوش رو توی زندگیم نداشتم باید چیکار میکردم. همیشه بابت داشتن همچین داداشی از خدا تشکر میکنم و ازش میخوام تا آخر عمرم داداشم و واسم نگه داره. داشتن همچین داداشی یه معجزه است به خدا. وقتی رسیدیم خونه سری لباسمو عوض کردم و رفتم سراغ داروهای مامان. یکی یکی قرصاشو بهش دادم و بعدش چراغ اتاقو خاموش کردم تا استراحت کنه. خودم هم کنار مامانم دراز کشیدم و بهش خیره شدم. همش به حرفای امیدوارانه دکتر فکر میکردم و توی دلم از ذوق میخندیدم. حرفای دکتر بدجوری به ما آرامش میداد. اصلا انگار منتظر بودم اون حرفا رو از دهن یکی بشنوم و حالم زیر و رو بشه.
1 هفته داروهای مامانو بهش دادم و بعدش طبق گفته آقای دکتر رفتیم تا آزمایش بده. آزمایش داد و مسئول آزمایش گفت نتیجه آزمایش تا 3 روز دیگه میاد. 3 روز صبر کردیم و نتیجه اومد. به محض آماده شدن نتیجه آزمایش مامانو همراه بابا بردیم پیش آقای دکتر. بازم همون اتکلون تلخ، بازم همون جذابیت و لبخند قشنگش. این دکتر چقدر خوب بود. آزمایش مامان یه نگاه انداخت و با لبخند گفت خدا رو شکر داروها اثر خودشونو گذاشتن، الان دیگه وقت این بستری بشید. باید واسه 1 هفته شاید کمتر شایدم بیشتر توی بیمارستان بستری بشید. من خودم هر روز صبح واسه چک کردن روند درمانتون به بیمارستان میام و همه چیزو چک میکنم. خیالتون راحت. بهتون قول میدم توی این 1 هفته نتیجه خوبی میگیرید و حالتون از این رو به اون رو میشه. الانم دیگه نیازی نیست داروهاتون رو مجددا مصرف کنید. فقط فردا یا پس فردا برید بیمارستان و بستریش کنید. بابام کلی از دکتر تشکر کرد و از مطب زدیم بیرون. وقتی رسیدیم خونه سریع به ترانه زنگ زدم و بابت معرفی دکتر ازش تشکر کردم. داشتیم صحبت میکردیم یهو ترانه گفت راستی کیانا، از دختر داییم شنیدم این آقای دکتر خیلی خوشگل و جذابه، واقعا اینطوره؟ لبخندی زدم و گفتم خوشگل چیه ترانه؟ اصلا یه چیزی اونورتره، خیلی خوش تیپ و خوشگل لعنتی، اصلا خیلی خفنه، یه جنتلمن واقعیه، اینقدر با شخصیت و با ادبی که نگو. خب کیانا، انگار بعدت نیومده ازش ها؟ خبریه؟ به ما هم بگو خبردار بشیم. چی میگی ترانه؟ چه خبری آخه؟ دکتر دور و برش پر از دافای تهرانه. اون وقت توی اون وضعیت با اون ریخت و قیافه من عاشق من بشه؟ یه چیزی میگی یا عزیزم؟ عشق عاشقی که خبر نمیده. یهو بعد از یه مدتی میفهمی که چی شده و چطوری دلتو باختی. اینجوریاست. حرفامون که قطع شد منم رفتم جلوی تلویزیون. اصلا حواسم به سریالی که داشت پخش میشد نبود و فقط به حرفای چرت و پرت ترانه فکر میکردم. خدای خیلی مرد خوبی بود. چی میشد یه همچین مردی وارد زندگی من بشه و منم عاشقش بشم؟ داشتم با خودم فکر میکردم که متوجه شدم ساعت از 2 هم گذشته. رفتم بخوابم تا صبح زود بیدار بشم و مامان آماده کنم بریم بیمارستان و بستریش کنیم. صبح زود با آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم. یه کیف آوردم و یه سری وسیله واسه مامانم گذاشتم توی کیف. بعدش رفتم آشپزخونه و یه صبحونه مفصل واسه همه درست کردم. بابا، مامان و کیانوش هم دیگه بیدار شده بودن و اومدن صبحونه بخوریم. بعد از خوردن صبحانه مامان رو از زیر قرآن رد کردیم و رفتیم پایین منتظر موندیم تا کیانوش ماشین رو از پارکینگ در بیاره. وقتی کیانوش اومد سوار ماشین شدیم و همگی به سمت بیمارستان حرکت کردیم. توی طول مسیر سرم رو روی پاهای مامانم گذاشتم و از ذوق این که قرار حالش بهتر بشه میخندیدم. کیانوش همش حسادت میکرد که تو مامانو بردی واسه خودت و مامان دیگه منو تحویل نمیگیره. بابا هم که میدونست کیانوش یه خورده دل نازک و زود رنجه گفت عیبی نداره، مامانت واسه کیانا، من و تو هم واسه هم دیگه. نظرت چیه کیانوش؟ نگو که مامانتو بیشتر دوست داری که من ناراحت میشم. نه بابا جون، تو بهترین بابای دنیایی. کیانا رو بی خیالا، خودم یه تنه دوستت دارم. حسابی بین راه گفتیم و خندیدیم. وقتی رسیدیم بیمارستان کیانوش ماشین رو پارک کرد و رفتیم طبقه دوم. در حال انجام دادن کارای بستری شدن مامان بودیم که آقای دکتر حین چک کردن بیماراش دیدم. بهش سر زده بودم و خیلی زایه نگاش میکردم. یهو سرش آورد بالا و من نگاه کرد. اون لحظه دلم میخواست از خجالت آب بشم برم تو زمین. به هم یه لبخند زد و آروم زیر لب گفت سلام. منم از دور سرمو تکون دادم و گفتم سلام. خدا میکردم کاش که هر روز بیاد بیمارستان و من ببینمش. دور و برش پر بود از خانم دکترا و پرستار خوشگلی که همه داشتن زیر چشمی بهش نگاه میکردن. همشون با هم دیگه پچ میکردن و مشخص بود هر کدوم میخواستن مخشو بزنن، اما دکتر حتی یه ریز نگاه هم بهشون نمیکرد. خیلی هرسم میگرفت، انگار خواهان خیلی زیاد داشت. یکی نبود به من بگه آخه به تو چه کیانا؟ تو چی کاره‌ای که هرست گرفته؟ مگه دکتر پارتنرته؟ مگه خواستگارته؟ مگه نامزدته؟ اصلا مگه شوهرته؟ اتاق مامانو بهمون نشون دادن و قرار شد من پیش مامان بمونم و بابا و کیانوش برن و به کارشون برسن. از اونجایی که تو بیمارستان خصوصی بودیم مامانو بستری کرده بودیم، یه اتاق مجزا بهش دادن که یه تخت هم واسه یه همراه بیمار اونجا بود. من که خوابم نمیبرد، همش روی صندلی که کنار تخت مامان بود میشستم و باهاش صحبت میکردم. حواسم بود داروهایی که پرستار داده بود و به موقع بهش بدم و حسابی بهش حواسم باشه. یه ساعتی از بستری شدنش گذشته بود که در اتاق به صدا در اومد. دکتر خوشتیپ ما وارد اتاق شد. البته کلی هم دختر پشت سرش بود که با دیدنشون حالم گرفته شد. راستی یادم رفت بگم اسم آقای دکتر آرمان بود، آرمان معتمدی. با یه لبخند دلنشین وارد شد و بهمون سلام کرد. حواسم بود داره بهمون نگاه میکنه. منم خودمو به اون راه میزدم که مثلا حواسم نیست و از این حرفا. با مامانم صحبت کرد و بعدش با بقیه رفتم بیرون.
گفت که فردا صبح هم دوباره میاد برای چک کردن بیمارا و من باید تا صبح لحظه شماری میکردم که دوباره واسه 5 دقیقه ببینمش. شب شد و اینقدر حوصله‌ام سر میرفت که خوابم نمیبرد. مامانم خوابیده بود و منم از بیکاری زنگ زدم به ترانه و کلی با هم دیگه صحبت کردیم. بهش گفتم که امروز آقای دکتر با کلی دختر خوشگل مشکل اومده بوده اینجا. گفتم اینقدر دختر دورشه که اصلا به ما چشمم نمیندازه. کلی پشت سرش حرف زدم و خندیدیم تا دیگه کم کم خوابم برد. خوابیدم و صبح زود بیدار شدم و یه آبی به دست و صورتم زدم و لباسم رو عوض کردم. یه میکاپ خیلی ساده و در حدی که فیسم از اون حالت قابل‌دیدگی در بیاد. مامانم دستشویی بود که یهو دکتر اومد. خوشبختانه کسی همراهش نبود و خودش تنها اومده بود. سلام کرد و گفت ببخشید خانم کاشانی، دیشب اینجا مونده بودید؟ بله آقای دکتر، چطور مگه؟ اذیت نشدید اینجا؟ همه چیز اوکی بود؟ چیزی کم ندارید؟ نه ممنون آقای دکتر، همه چیز اوکیه. خوبه، پس بهتر نیست امروز رو برید استراحت کنید، دوباره فردا بیاید؟ پرستارا هستن به مادرتون رسیدگی میکنن. خب ممنون بابت اینکه به فکرمون هستید، اما من وقتی کنار مامانم باشم خیالم راحت تره. اصلا به خاطر اینکه پیش مامانم باشم بی خیال همه چیز شدم و برگشتم. ببخشید که اینو میپرسم خانم کاشانی، مگه کجا بودید؟ من برای ادامه تحصیل 5 سالی فرانسه بودم و به خاطر مامانم همه چیزو بی خیال شدم. برگشتم ایران. راستی آقای دکتر، خانوادم چیزی نمیدونن، لطفاً حواستون باشه. بله حتما حواسم هست. فرانسه چی میخوندید؟ مهندسی میخوندم. چه رشته خوبی. حتما همینجا ایران درستون رو ادامه بدید. بله همین هدفو دارم، اما همه چیز گذاشتم زمانی که حال مامانم کاملا خوب بشه و از شر این بیماری راحت بشه. انشالله به زودی حال مادرتونم خوب میشه و شما هم میتونید به درستون ادامه بدید. داشتیم به حرف زدن ادامه میدادیم که مامانم اومد. دکتر مامانم رو چکاپ کرد و بعدش رفت. و بازم من لحظه شماری میکردم تا فردا بشه و ببینمش. هر روزی که میومد بیشتر از روز قبل با هم صحبت میکرد و من کلی ذوق میکردم و به دونه دونه سوالاش جواب میدادم. یه شب که مامانم خوابش برده بود روی صندلی نشسته بودم و چشمام سنگین شده بود. هوا خیلی سرد بود و حتی حوصله نداشتم برم روی تخت و زیر پتو بخوابم. همینطوری که چشام بسته بود یه لحظه متوجه شدم که یکی روم پتو انداخته. یهو از خواب بیدار شدم و دیدم آقای دکتره. با دیدن دکتر شاخ‌تر آوردم. اون اصلا شبا بیمارستان نمیومد. ببخشید خانم کاشانی اگه ترسوندمتون. چند بار در زدم اما کسی جواب نداد. نگرانتون شدم. نه خواهش میکنم آقای دکتر، اتفاقی افتاده؟ چرا این وقت شب اینجا اومدید؟ نه چیزی نشده، یه کاری داشتم اومدم و انجامش دادم و الانم میرم. گفتم یه سری هم به مادرتون بزنم ببینم حالشون بهتر شده یا نه. ببخشید اگه بدون اجازه روتون پتو انداختم، آخه خیلی هوا سرده. نه مشکلی نیست، نمیدونم کی خوابم برد، اصلا حواسم نبود. هوا سرده، میخواید یه قهوه با هم دیگه بخوریم؟ قهوه؟ الان؟ آره یه کافه است روبروی بیمارستان. قهوه‌ای خیلی خوبی داره، من همیشه از اونجا قهوه میگیرم. تا 1 ساعت دیگه هم بازه. اگه مایل باشید با هم دیگه بریم، آخه خب بدجوری دلم قهوه میخواد. باشه منم پایم، بریم پس. من که داشتم از ذوق بال در می آوردم پشت سرش راه افتادم و رفتیم توی حیاط بیمارستان. سویچ ماشینش رو بهم داد و گفت که برم توی ماشین و منتظرش بمونم تا قهوه بگیره و بیاد. منم رفتم و سوار ماشینش شدم. یه ماشین خیلی خفن بود که حسابی بوی ادکلونش رو میداد. 10 دقیقه منتظر موندم تا بالاخره با قهوه اومد. ببخشید اگه خیلی منتظر موندی. نه این چه حرفی، راحت باشید. سالن کافه این ساعت بسته است، وگرنه دعوتتون میکردم بریم داخل کافه قهوه بخوریم. ممنون، همینجا خوبه. همیشه شبایی که خستم به جای اینکه بخوابم میام و یه قهوه میگیرم میخورم و دیگه تا صبح بیدارم. این که خیلی بده آقای دکتر. آره خیلی بده، اما خب عادت کردم دیگه، چیکار میشه کرد؟ پس که اینطور. ببخشید آقای دکتر، مامانم تا چند روز دیگه باید بیمارستان بستری باشه. حال مادرتون خیلی بهتر شده، اما برای اطمینان 4 روز دیگه هم بمونن خیلی بهتره. ممنون آقای دکتر، خیلی به ما لطف داشتید. حال خوب مامانم و مدیون شما هستیم آقای دکتر. خواهش میکنم، وظیفه‌م بوده. ببخشید یه خواهشی داشتم اگه امکان داره. بله بفرمایید. میشه اینقدر من آقای دکتر صدا نزنید؟ ببخشید. حداقل وقتی خودمون دوتا هستیم منو به اسم کوچیکم صدا بزنید. آرمان. اما آخه نداره، این لطفو در حقم انجام بدید لطفاً. میشه بپرسم اسم کوچیک شما چیه؟ کیانا خانم، چه اسم قشنگی. ببخشید من میتونم به اسم کوچیک صداتون کنم؟ مشکلی نیست، راحت باشید. ممنونم. ببخشید کیانا خانم، میشه شماره منو سیو کنید؟ ببخشید چرا؟
میخواستم وقتی که بیمارستان نیستم حال مادرتون رو جویا بشم و اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاد شماره‌مو داشته باشید. سریع بهم اطلاع بدید. خیلی ممنون از لطفتون، اما نمیخوام مزاحمتون بشم. چه مزاحمتی آخه؟ مامان شما بیمار منه، پس مزاحمتی نیست. لطفاً یادداشت کنید. شماره‌ش رو یادداشت کردم و اونم شماره منو گرفت و رسما توی ماشین ازم شماره گرفت و من داشتم کلی ذوق می‌کردم. قهوه‌مونه که خوردیم ازش تشکر کردم و رفتم بالا پیش مامانم. از ذوق دیگه مگه خوابم می‌برد. رفتم توی تلگرام پروفایلش رو چک کردم. 2 تا عکس از خودش گذاشته بود. لعنتی چقدر جذاب بود آخه. داشتم به عکسش نگاه می‌کردم که یهو دیدم پیام داده بیداری کیانا خانم. برگام ریخته بود. چرا به من پیام داده آخه؟ نکنه بهم علاقه داره. نه بابا چرا چرت میگی کیانا؟ آخه چرا باید بهت علاقه داشته باشم؟ من دیوونم سریع جوابش رو دادم و گفتم آره بیدارم. اون شب تا ساعت 4 با هم دیگه صحبت میکردیم. دیگه بهش گفتم بره استراحت کنه، آخه بعد صبح زود میومد بیمارستان. گناه داشت، طفلی اصلا نخوابیده بود. شب بخیر گفتیم و خوابیدیم. صبح که اومد بیمارستان همش با لبخند بهم نگاه میکرد و حواسش بهم بود. منم از خجالت سرمو بالا نیاوردم و فقط به کف اتاق زل زده بودم. وقتی از اتاق زد بیرون درجا بهم پیام داد که کیانا کف اتاق چیزی دیده بودی؟ نکنه صورت من کف اتاق نقاشی شده بود. کلی هم ایموجی خنده فرستاده بود. نمیدونستم باید چی بگم. یعنی باید میگفتم از خجالت دیشب به کف اتاق زل زده بودم و روم نمیشد نگات کنم. الکی گفتم حواسم نبود، ببخشید. یه لحظه تو فکر رفته بودم. حالا مگه جرأت داشتم بگم از خجالت نگات نکردم؟ اگه نگات میکردم از ذوق سکته میکردم. خلاصه ما دیگه هر روز به هم پیام میدادیم و گاهی هم تلفنی صحبت میکردیم. اصلا فکرشو نمیکردم آرمان به من اونقدر علاقه داشته باشه. هر روز با خودم میگفتم نکنه منو واسه سرگرمی میخواد، نکنه وقتی حوصلش سر میره بهم پیام میده. اما همچین چیزی امکان نداشت. آخه آرمان خیلی با شخصیت و با ادب بود. اصلا بهش نمیخورد بخواد همچین آدمی باشه. بالاخره بعد از 9 روز مامانم مرخص شد و بردیمش خونه. دکتر گفت باید هر 2 هفته یک بار واسه چکاپ ببریمش مطب. منم که از خودم بود و آخه اینطوری میتونستم آرمانو ببینم. نمیدونم چجوری اما کم کم به آرمان علاقه‌مند شدم. وقتی عکساشو میدیدم ناخودآگاه خندم میگرفت. وقتی بهش پیام میدادم بازم خندم میگرفت. وقتی میخواستم باش تلفنی صحبت کنم کلی استرس میگرفتم و نمیدونستم اصلا باید چی بگم. یعنی همه اینا عادی بود؟ فکر نکنم، نمیدونم. چند روز بعد از مرخص شدن مامان تولد من و کیانوش بود. کیانوش تصمیم داشت یه تولد بزرگ بگیره و همه رو دعوت کنه. گفت اینطوری حال مامانم بهتر میشه و واسه روحیش خوبه. یه ویلا باغ گرفته بود و خودش همه کارا رو اوکی کرده بود. همه دوستاشو دعوت کرده بود. خیلی دلم میخواست منم آرمانو دعوت کنم، اما خب نمیشد. اگه دعوتش میکردم همه ازم میپرسیدن که به چه دلیلی دعوتش کردم و از این جور سوالا. اما بهش گفتم تولدم، کلی هم ازش معذرت خواهی کردم که نمیشه دعوتش کنم و از این چیزا. اونم با مهربونی کلی بهم تبریک گفت و اصلا از دستم ناراحت نشد. روز تولدمون لباسمو که آبی آسمونی بود پوشیدم و رفتم سالن واسه میکاپ و شنیون موهام. وقتی همه چیز اوکی شد به سمت ویلا رفتم و کلی از مهمونا رسیده بودن. دوستای کیانوش و فامیلامون. ما کلا مهمونیامون مختلط بود و با همدیگه راحت بودیم، اما همه حرمت همه چیزو نگه می‌داشتن و هیچ خطایی از هیچ کس سر نمیزد. تقریبا همه مهمونا دیگه رسیده بودن و صدای آهنگم تا آخر بلند بود. منم فقط سرم توی گوشیم بود و به آرمان پیام میدادم. اصلا وقتی پیشم نبود بهم خوش نمیگذشت. دور میز نشسته بودم که یهو مهیار اومد و بهم سلام کرد. مهیار صمیمیترین رفیق کیانوش بود. از همون بچگی با هم دیگه بزرگ شده بودن و رفت آمد خانوادگی با هم داشتن. همیشه توی همه مهمونیامون هم حضور داشت و کیانوش هم دعوتش میکرد. پسر خوب و باحالی بود. همیشه مجلس رو با شوخیاش گرم میکرد. آخرین باری که دیده بودمش قبل از مهاجرتم بود. یعنی 5-6 سال پیش. چطوری کیانا، خوبی؟ ممنون، تو خوبی؟ ممنون، منم خوبم. شناختی منو؟ آره، مگه میشه نشناسم مهیار؟ چقدر عوض شدی کیانا، میدونی چند وقت ندیدمت؟ آره خب خیلی وقته، منم توی این مدت خیلی عوض شدم، ولی تو اصلا عوض نشدی مهیار. آره خب من همون مهیار سابقم. راستی تولدت مبارک. ممنونم. حالا چرا این گوشه نشستی؟ چرا نمیری با بچه‌ها برقصی؟ الان حوصله ندارم، بعدن میرم. یعنی چی حوصله ندارم؟ خودت میدونی من وقتی به یه چیزی گیر بدم دیگه تا حرفمو به کرسی ننشونم ولکن نیستم. راست میگفت. مهیار واقعا همچین آدمی بود. همیشه تا حال آدمو خوب نمیکرد ولکن نبود.
یعنی تو حق نداشتی جلوش بگی ناراحتی. اگه میگفتی ناراحتم اینقدر باهات شوخی میکرد تا ناراحتی تو کلا فراموش کنی. دیگه اینقدر به منم گیر داد تا بلند شدم و رفتم با بچه‌ها رقصیدم. خب بعدش هم که خسته شدم دوباره اومدم نشستم و گوشیم هم که زنگ خورد آرمان بود، سری رفتم یه گوشه جواب دادم. بهم گفت اومده دم در ویلا میخواد منو ببینه. سری قطع کردم که برم پیشش. مهمونی خیلی شلوغ بود و کسی حواسش به من نبود. یک کت روی لباسم پوشیدم و از ویلا زدم بیرون. با دیدنش خنده روی لبم اومد. سری رفتم و سوار شدم. وقتی سوار شدم هیچی نگفت و فقط نگام میکرد. یهو دستشو برد صندلی عقب و یه دسته گل خیلی بزرگ آورد جلو و بهم داد. خدای من یه دسته گل بزرگ بودا. با گلای روز آبی. دقیقاً همرنگ لباسم. به هم گفت چون میدونستم لباست آبیه واسه همین گل آبی واسط گرفتم. بعد از توی داشبورد ماشین یه جعبه در آورد و به هم داد. گفت اینم کادوی تولدت. چشام اشکی شدن از ذوق. کلی ازش تشکر کردم. به هم گفت همین الان باید کادوتو باز کنی. گفتم حالا میبرم داخل بعدش نگاش میکنم. نه همین الان. یالا جعبه رو باز کردم. یه جعبه کوچیک دیگه داخلش بود. اونو که باز کردم چشام 4 تا شده بود. یه حلقه تکنگین واسم گرفته بود که بیشتر واسه پیشنهاد ازدواج میگیرن. وقتی کادو رو دیدم سری توی چشام نگاه کرد و بهم نزدیک شده گفت کیانا اینم کادوی تولد امسالت. با این تفاوت که میخوام همینجا همین لحظه ازت بخوام که باهام ازدواج کنی و زن زندگی من بشی. با تعجب جلوی دهنمو گرفتم و فقط نگاش میکردم. میدونم که الان نمیتونی به هم جواب بدی اما ازت میخوام کادوی منو قبول کنی و حسابی به پیشنهادم فکر کنی باشه؟ هیچی نگفتم و فقط سرمو تکون دادم. سریع از ماشین پیاده شدم و با دسته گل بزرگی که دستم بود وارد ویلا شدم. همه از تعجب بهم خیره شده بودن. از اونجایی که کلاً گلا هم رنگ لباسم بود بدجوری خوشگل شده بود و چشم همه رو به خودش جلب کرده بود. همه با تعجب پرسیدن این گلا رو کی بهت داده و از این جور حرفا. منم واسه اینکه کسی چیزی نفهمه گفتم خودم سفارش داده بودم تا واسه تولدم عکس بگیرم دیگه. بعدش هم کلی با گلا عکس گرفتم و استوری گذاشتم. جشن تولد که تموم شد خسته و کوفته برگشتیم خونه. سریع دوش گرفتم و رفتم تو اتاقم. تا صبح داشتم به پیشنهاد آرمان فکر می‌کردم. این همه الکی به بابام گفتم یه خواستگار دارم که خوشم میاد ازش. انگار دروغ هم داشت به واقعیت تبدیل میشد. من خیلی آرمان رو نمیشناختم اما دوستش داشتم. دلم میخواست خیلی خوب بشناسمش و بعدش بهش جواب بدم. یه هفته بعد از خواستگاریش بهش گفتم که میخوام بیشتر باهات آشنا بشم. بعدش میتونم بهت جواب بدم. اونم خیلی مشتاقانه قبول کرد و گفت هر وقت بخوای میتونیم همدیگر رو ببینیم. همینطوری که روز به روز حال مامانم داشت بهتر و بهتر میشد من و آرمان هم هر روز همدیگر رو میدیدیم. آرمان واقعا مرد رویایی و خیلی خوبی بود. بالاخره بعد از اینکه خیلی خوب شناختمش تصمیم گرفتم بهش جواب مثبت بدم. بعدش هم قرار شد که هم اون هم من با خانواده‌هامون صحبت کنیم. من چون که قبلا با بابام در مورد یه خواستگار فرضی صحبت کرده بودم دیگه خجالت نمی‌کشیدم و به بابام گفتم که همون پسر میخواد بیاد خواستگاریم. بهش گفتم خواستگارم همون دکتر آرمان معتمدیه، دکتر مامان. بابام با شنیدن این حرف جا خورد و بعدش گفت پس بگو چرا اینقدر اصرار داشتی که مامانتو پیش این آقای دکتر ببریم؟ کیانا خانم چقدر زرنگی تو آخه. اما دخترم واقعا آقای دکتر مرد خوبیه، به نظرم خیلی مناسبه. بابام کلی از آرمان تعریف کرد و منم تصمیم گرفتم قضیه اخراج شدنم و از دانشگاه بهش بگم. نمیدونم اصلا چطوری بهش توضیح دادم که کلی جا خورد. خیلی از دستم ناراحت شد اما اصلا به روی من نیاورد و فقط گفت فدای سر دخترم. من خیلی دوست داشتم که اونجا درس بخونی و به یه جایی برسی اما وقتی خودت علاقه نداشتی منم نمیتونستم اجبارت کنم عزیزم. کلی از بابام معذرت خواهی کردم و آخرش هم بهم گفت به آرمان بگم هر وقت بخواد میتونه بیاد خواستگاریم. خیلی خوشحال بودم و سریع به آرمان خبر دادم. خدا رو شکر خانواده آرمانم هیچ مخالفتی نداشتن و قرار شد آخر هفته بیان خواستگاری. موضوع رو به مامانم گفتم و کلی واسم خوشحال شد. مونده بودم چطور باید به کیانوش بگم. رفتم توی اتاقش و نشستم روبروش. باز چی شده؟ چرا اینطوری بهم زل زدی کیانا؟ من خواستگار دارم کیانوش. اینقدر چرت نگو کیانا. خوبه این نقشه رو خودم برنامه‌ریزی کردم حالا اومدی به خودم میگی خواستگار داری؟ به خدا خواستگار دارم آقای دکتر معتمدی. شوخی میکنی کیانا؟ جدی داری میگی؟ آره به جون مامان. یعنی این مدت داشتی منم بازی میدادی بیشور؟ نه بابا کیانوش اصلا اینطوری نیست. خیلی یهویی شد. دیگه نمیشد همه چی رو بهت بگم. عجبا خواهر ما رو باش.
چه زرنگه، حالا بازم خدا رو شکر یکی پیدا شد تو رو بگیره. اون دکتر فکر کنم دیوونه چیزی باشه، وگرنه آدم سالم نمیاد خواستگاری تو که. کیانوش بدجنس نشو دیگه، شوخی میکنم، آبجی قشنگم، از خداشم باشه بیاد خواستگاری تو. دختر به این قشنگی و خوبی، قربونت بشم من داداشی. خدا رو شکر دیگه همه خانواده از خواستگاری باخبر شدن و کسی مخالفت نکرد. آخر هفته شده آرمان با خانواده‌اش اومدن خواستگاری. همه چیز خیلی خوب پیش رفت. همه از این وصلت راضی بودن. از اونجایی که آرمانم خونه و هم ماشینش آماده بود، کلاً همه چیزش اوکی بود. توی 5 ماه هم نامزدی گرفتیم، هم عقد کردیم، هم ازدواج کردیم. خیلی سریع رفتیم سر خونه زندگیمون. دیگه پرونده فرانسه هم واسه همیشه بسته شد. خدا رو شکر 3 ماه بعد از ازدواج من و آرمان، مامان خوب شده، دیگه هیچ اثری از بیماری توی بدنش نبود. من بعد از خدا از آرمان ممنون بودم. حال خوب مامانم و مدیون مرد زندگیم بودم و تا ابد بهش مدیون میموندم. وقتی فهمیدیم دیگه حال مامانم خوب شده، بابام تصمیم گرفت یه مهمونی بگیره و فامیل آشناها رو دعوت کنه. داشتم آماده میشدم و آرمانم تازه دوش گرفته بود. یهو اومد تو اتاق و وقتی دید دارم میکاپ میکنم بهم گفت کیانا عشقم، میشه اینقدر از اینا به خودت نزنی؟ به خدا همینجوری هم قشنگی، یکی دونم. با این حرفش ذوق کردم و چیزی نگفتم. وقتی رفتم لباس بپوشم، وقتی لباسم رو دید برگشت سمتم و گفت کیانا این چه رنگیه؟ یه رنگ سنگین‌تر بپوش، تو دیگه مجرد نیستی عزیزم، این لباسا مناسب تو نیست. اولش یکم جا خوردم، ناراحت شدم، اما خب جدی نگرفتم. گفتم حتما داره بام شوخی میکنه، آخه آرمان اصلا همچین آدمی نبود بخواد بهم گیر بده یا اینکه بگه اینو بپوش اینو نپوش. از زمانی که میشناختمش حتی یه بارم بهم گیر نداده بود. خلاص آماده شدیم و رفتیم خونه بابام. همه اومده بودن، مهیارم اومده بود. کیانوش دعوتش کرده بود. مهیار با دیدن من و آرمان اومد جلو و دستشو سمتم دراز کردم و من دستمو عقب کشیدم. بهمون تبریک گفت، آخه توی جشن عروسیمون شرکت نکرده بود. انگار اون موقع رفته بود مسافرت طبق چیزی که کیانوش گفته بود. من رفتم توی آشپزخونه، آرمانم داشت با بابام صحبت میکرد. یهو مهیار اومد داخل، شروع کرد به بلند خندیدن. همش شوخیای چرت و پرت میکرد و دیگه داشت حالمو به هم میزد. یهو آرمان اومد داخل و وقتی دید مهیار داره میخنده حسابی اخماش تو هم رفت و به من اشاره داد که سریع از آشپزخونه برم بیرون. اون شب موقع برگشت یه دعوای حسابی بینمون افتاد. اولین بارم بود اینقدر آرمانو عصبانی میدیدم. وقتی رسیدیم خونه بهم گفت دیگه حق ندارم توی مهمونیا با مردا بگو بخند کنم و اصلاً با کسی شوخی کنم. گفت دیگه توی مهمونیایی که مهیارم هست حق ندارم شرکت کنم، دیگه حق ندارم لباس رنگ روشن بپوشم، زیادی جلف باشم، دیگه حق ندارم حتی بدون آرمان از خونه برم بیرون. رسما خونه واسم زندان شده بود. اصلا فکرشم نمی‌کردم آرمان اینقدر آدم شکاک و بدبینی باشه. خیلی روی مهیار زوم کرده بود، از رفتارش بدم اومده بود. اما من واقعا کاری با مهیار نداشتم. اصلا از مهیار خوشم نمیومد، چه برسه به اینکه بخوام بهش اجازه بدم بهم نزدیک بشه. یه ماهی توی خونه زندانی شده بودم و حتی حق نداشتم برم خونه بابام. باید منتظر میموندم تا هر وقت آرمان بیکار شد با خودش میرفتم. خیلی دوران سختی بود. من هیچ وقت توی زندگیم اینقدر محدود نبودم. زمانی هم که مجرد بودم هیچ وقت خانواده‌ام اینقدر بهم گیر نمیدادن، منو محدود نمیکردن اصلا. دیگه صبرم لبریز شده بود، رابطمون داشت خراب میشد. یه شب بهش گفتم منو ببره خونه بابام، اونم قبول نکرد. منم عصبانی شدم و یه دعوای حسابی راه انداختم. بهش گفتم اگه به این رفتارش ادامه بده دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم، ازش جدا میشم. وقتی اینو گفتم جا خورد و انگار ترسید. دیگه هیچی نگفت. رفت توی اتاقمون. فکر کردم شاید دیگه از این رفتارش دست برداره، اما اصلا تغییری نکرد. نمیدونستم چی شد که یهو آرمان باهام اینطوری رفتار میکرد. من اگه میدونستم آرمان اینقدر شکاک و بدبینه هیچ وقت باهاش ازدواج نمیکردم. توی زندگی مشترک هیچی بدتر از شکاک بودن و بدبین بودن نیست. دیگه خیلی بهم برخورده بود. تصمیم گرفتم بدون اجازه آرمان برم خونه بابام. کیانوش تازه فارغ التحصیل شده بود و مامانم واسش یه مهمونی گرفته بود. کلا خانواده ما واسه هر مناسبتی یه مهمونی میگرفتن. همه رو دعوت میکردن. شما خیلی تعجب نکنید دوستان. منم بدون اینکه به آرمان چیزی بگم از صبح رفتم خونه بابام تا به مامان کمک کنم. دیگه نزدیکای شام بود که مهمونا هم یکی یکی اومده بودن. زنگ زدم به آرمان و گفتم که اومدم خونه بابا و جشن فارغ التحصیلی کیانوشه، تو هم سریع بیا اینجا. خیلی عصبانی شد که چرا بدون اجازه گرفتن ازش رفتم. میدونستم اگه ازش اجازه بگیرم نمیذاره برم. قبل از اینکه آرمان برسه مهیار اومد و بازم سعی میکرد با شوخیای مسخره‌اش خودشو به من نزدیک کنه. وقتی آرمان اومد خیلی عصبانی بود و چپ چپ بهم نگاه میکرد. منم تصمیم گرفتم از حرصش با مهیار بگم و بخندم.
مهیارم که بی جنبه بود و بلند بلند میخندید. کلی با هم دیگه شوخی کردیم و آرمانم همش از صمیمیتی که بین من و مهیار بود هرس میخورد، اما نمیدونست که من فقط به خاطر اینکه هرسش رو در بیارم اونطوری با مهیار میگم و میخندم. بعد از چند دقیقه رفتم توی آشپزخونه، یهو مهیار اومد. کسی داخل آشپزخونه نبود. اومد نزدیکم و بهم گفت کیانا میشه شماره‌مو سیو کنی؟ چرا باید شماره‌تو سیو کنم؟ من و تو مثل دوست اجتماعی هستیم، باید شماره منو داشته باشی. خب باید با هم دیگه در ارتباط باشیم و بیشتر با هم حرف بزنیم. بایدی در کار نیست. در ضمن من اگه دوست اجتماعی تو باشم فقط به خاطر کیانوشه که از بچگی با تو رفیق بوده. الانم کاری نکن آبروتو جلوی همه ببرم. من متأهلم، عاشق شوهرم و زندگیمم. اگه 100 تای تو یا کسای دیگه‌ام بیان و بهم پیشنهاد بدن، بازم میگم که عاشق شوهرم هستم. الانم گم شو از آشپزخونه، برو بیرون. مهیار خفه شد و از آشپزخونه رفت بیرون. خیلی آدم بیشوری بود. نمیدونم کیانوش چطور توی زندگیش همچین رفیقی داشته. مهمونی که تموم شد خیلی خسته بودم و به آرمان که گفتم که سری بریم خونه. توی ماشین ساکت نشسته بود و به رانندگیش مشغول بود. توقع داشتم از دستم عصبانی باشه و کلی سرم داد بزنه، اما هیچی نمیگفت. میدونستم چون بدون اجازهش رفته بودم خونه بابام خیلی ازم عصبانیه، اما نمیدونستم چرا هیچی نمیگه. وقتی رسیدیم خونه لباسامو عوض کردم، رفتم توی اتاقمون. سری اومد داخل و درو بست. توقع داشتم سرم داد بکشم، اما خندید و اومد کنارم نشست. کیانا میدونی که چقدر دوستت دارم و عاشقتم. میدونی که تو تنها زنی هستی که دلم میخواد تا آخر عمرم کنارم باشه و از زندگی باش لذت ببرم. میدونم این چند وقت خیلی اذیتت کردم، اما اینو بدون که عاشقتم و دوستت دارم. من اگه بهت گیر میدم به خاطر اینه نمیخوام کسی به چپ نگاه کنه عزیزم. نمیخوام کسی تو رو ازم بگیره. به خدا دوستت دارم. اینو بفهم کیانا. با حرفای آرمان گریم گرفت و رفتم نزدیکش و بهش محبت کردم. آرمان، منم از همون روز اولی که توی مطب دیده بودمت عاشقت شدم. چرا فکر میکنی قراره بهت نارو بزنم برم سراغ یکی دیگه؟ تو واقعا منو همچون دختری دیدی؟ من الان متأهلم، شوهر دارم. آخه چرا باید سراغ یکی دیگه برم؟ من دیگه مطمئنم که تو بهم نارو نمیزنی کیانا. چطور مگه؟ امشب حواسم بود که توی آشپزخونه چطوری جواب مهیار دادی. اون لحظه‌ای که جوابشو دادی از خودم خجالت کشیدم کیانا. از خودم خجالت کشیدم که اینقدر محدودت کردم. فکر می‌کردم با این کار میتونم تو رو واسه خودم نگه دارم، اما اشتباه می‌کردم. آدمی که بخواد نارو بزنه بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه، اما آدمی مثل تو که پاکه و اهل همچین کارایی نیست، حتی اگه 1000 نفر هم دورش باشن بازم به عشقش وفادار میمونه. منو ببخش که بهت سخت گرفتم کیانا. منو ببخش اگه بهت اعتماد نداشتم. تو رو خدا از دستم ناراحت نباش و بازم عاشقم بمون. من هنوز عاشقتم آرمان. تو هم منو ببخش که بدون اجازت امروز رفتم خونه بابا. نه فدای سرت کیانا. از این به بعد هر موقع دلت خواست برو مواظب خودت باش. من آرمانو بخشیدم. آخه خیلی مسئله بزرگی نبود که نتونم ببخشمش. نمیشد به خاطر همچین مسئله مزخرفی از مردی که دوستش داشتم جدا بشم. مگه دیوونه بودم آخه؟ توی زندگی داشتن یه مرد غیرتی خیلی خوبه، اما به شرطی که بهتون اعتماد داشته باشه. اگه اعتمادی وجود نداشته باشه اون آدم غیرتی تبدیل به یه آدم شکاک میشه که زندگی رو به کامتون تلخ میکنه. خدا رو شکر من و آرمان خیلی زود مشکلمون رو حل کردیم و زندگیمون به ته خط نرسید. الانم داریم خیلی عاشقانه به زندگیمون ادامه میدیم. این داستان رو براتون میفرستم و امیدوارم از شنیدن داستان زندگی ما لذت ببرید و با نظراتتون ما رو همراهی کنید عزیزانم.